اعمال هویت خود از دست داد، اعمال به هویت است. امیر حمزه حلیموف یکی از آخرین پناهجویان تاجیک است که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان به افغانستان فرار کرد و آنجا ماند. امیر حمزه حلیموی 52 ساله زاده روستای جرقخرغان ناحیه قبادیان 8 سال پیش درخواست شهروندی افغانستان را کرده است و بعدی به قول خودش سرسانی و سرگردانی زیاد چند پیش پاسخی رد گرفت. امیر حمزه حلیموف به خبرنگار رادیوی آزادی در افغانستان گفت که به سبب عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی بودنش نمیتواند به تاجیکستان برگردد، چون میترسد که او را به جوابگری جنایی میکشند. حالا میخواهد حق پناهندگی کشور دیگری را به دست آورد و از مقامات افغانستان و کمیسریت عالی پناهندگان سازمان ملل خواسته است کمک رسانند. امیر حمزه حلیموف 23 ساله بود که جنگ داخلی در تاجیکستان اوج گرفت و او را به افغانستان همسایه برد. حالا با همسر و 2 فرزندش در پایتخت شهر کابل زندگی میکند و 4 فرزند دیگرش در تاجیکستان، روسیه و پاکستان هستند. دخترش ازدواج کرده برای زندگی به شهر پیشاور پاکستان رفته است. سال 2007 3 پسرش به تاجیکستان برگشتند. با گفته پناهجوی تاجیک، نداشتن شهروندی افغانستان و اسناد قانونی دیگر سبب شده است که فرزندان و خانمش که درس می‌خواندند از ادامه آموزش محروم مانند. امیر حمزه حلیموف از نبود توجه مقامات افغانستان و مؤسسات سازمان ملل مایوس شده است و میگوید تنها این را می‌خواهد که به کشور دیگری برود و یک زندگی عادی داشته باشد. فامیلم پراکنده است در هر جای. در تاجیکستان از یک درسی از خودمان 4 نفر ما در اینجا هستیم. ما گفتیم یک کشوری آرام بریم که کلمان یک جای شویم. باز از طریق بعضی مراجع اونا را بخواهیم یا خودشان بیاین اگر بتونن. وزارت مهاجرت افغانستان میگوید این کشور قانون پناهندگی ندارد و به همین سبب نمیتوانند به مشکل امیر حمزه حلیموف بیش از 400 پناهجوی دیگری که در افغانستان به سر میبرند رسیدگی کنند. عبدالواسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت، به خبرنگار رادیو آزادی در افغانستان گفت طرح قانون درباره پناهندگی را 5 سال پیش تهیه کردند و به وزارت عدلیه فرستادند، اما این طرح تا حال برای موافقه و تصویب به نهادهای دیگر فرستاده نشده است. بعد آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال 1992 100,000 از شهروندان کشور از ترس کشته شدن به افغانستان گریختند، ولی بعد پایان آن در سال 1997 به استثنای صدها نفر بقیه برگشتند. حالا امیر حمزه از تعداد انگشت شمار و شاید یگانه پناهجوی تاجیک است که در افغانستان مانده است، کشوری که سالانه هزاران نفر شهروندانش از آن می‌گریزند و در خارج تقاضای پناهندگی می‌کنند.